با سلامی دیگر باره به بینندگان بینیت عزیز رادیو زودی ساعت با وقت پراگ 10 است و قبل از شروع برنامه خبری که ساعت 1 با وقت پراگ تقدیم شما می شود سرخط خبرهای روز رو به سهم شما می رسونیم تا اینکه شما بدونید در برنامه خبری امروز کدام موضوعها مورد نظر ما هست. دادگاه در دوشنبه دو کارمند سابق خدمات گمرک رو با اتهام قاچاق به زندان محکوم کرد، هرچند خود این افراد از حکم ناراضگی کرده از بالای آن به زینه کاساسیونی شکایت بردند، ولی حکم آنها به تغییر گذاشته شده است. محکوم شده ها با آن ایبدار گردیدند که برای گذاشتن یک ماشین با محصولات لباسواری از ازبکستان بدون برسمیت ضروری مساعدت کردند. این قضیه در پی انتقاد رئیس جمهور امالی رحمان از فساد در بخش گمرک که در ماه می صادر شده بود صورت گرفته است. تفصیلات را در برنامه خبری پیشنهادی شما خواهیم کرد. چرا دهان نفر را از روی سفر به حج عمره برگردانیدند؟ طبق خبرهای رسیده در یک هفته اخیر ضمن یک عملیات ویژه از پرواز چندین نفری را که قصد سفر حج عمره داشتند از سفر بازداشتند. سفر یک گروه ساکنانی که قرار بود برای مثال روز 23 نوامبر به عربستان سعودی پرواز کنند لغو شد. یکی از این مسافران در صحبت با رادیو زودی گفت آنها هنوز ماه اوگوست برای سفر توسط یک راهبلد یا خود میان روی که چندین سال به این کار مشغول بوده است حجتهای ضروری و مبلغ را پرداخت کرده بودند، اما این سفر با سبب‌های برای مسافران نامعلوم تا ماه نوامبر طول کشیده اخیراً در فرودگاه چند لحظه پیش از پرواز هواپیما لغو شده است. حالا آنها نگرانند که جبرانشان را کی پرداخت خواهد کرد و همچنین حیرانند که کی اجازه زیارت را به دست میارند. چنانچه روی این موضوع را همکاران ما پیگیری دارند و امیدواریم تا شروع برنامه خبری تفصیلات را در دست در این باره خواهیم داشت. در برنامه امروز از زندگی یک خانواده قصه میکنیم که چند سال به این سو بین هم دعوا دارند، از هم دیگر جدا زندگی میکنند، ولی با این وجود در تقسیم مالکیت با هم زبان نمییابند. ریشه ماجراها از خشونت خانوادگی اساس میگیرد و چنین حالت ها با گفته جامعه شناسان و مقامات تاجیک بیش از پیش در جامعه تاجیکستان میافزاید. حامیان حقوق میگویند زورآوری به زن و عموما خشونت خانوادگی نقص جدی حقوق انسان است که نه تنها زندگی هزاران زن و دختر در جهان را زیر و زبر میکند بلکه مانع پیشرفت جامعه ها میشود. و با وجود آنکه تاجیکستان قانون درباره مبارزه با زورآوری در عائله را قبول کرده است و حتی برنامه دولتی پیشگیری از زورآوری در عائله برای سالهای 2014-2023 وجود دارد، سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید زورآوری به زن در خانواده مشکل جدی میماند و حکومت تاجیکستان برای رفع آن به قدر کافی تلاش نمیکند. و طوری هم گفتیم در برنامه امروز و در مثال یک عائله این موضوع را به بررسی میگیریم. اکنون تاجیکان در ارمنستان پخته میکنند. پخته پروران ارمنی در کشورهای خود تاجیکان را جلب کردند و ظاهرا آنها از کار خود در این کشور راضی هستند. آنها میگویند شرایط معیشی و مالی کار برای شهروندان تاجیکستان خوب است و از نظر ویژگی‌های کاری هیچ فرقیت با پخته چینی در تاجیکستان ندارد. این در حالی است که در خود تاجیکستان بسیار کشاورزان و دهقانان ناراضی از نرخ و شرایط مجرد کاری را انتخاب کردند تا که بتوانند در بیرون از کشور روزی خود و فرزندانشان را پیدا کنند. گزارش داریم در این باره که 3 ساعت بعد پیشنهادی شما بینندگان عزیز خواهیم کرد. و امروز در دوشنبه تحت رهبری پرزیدنت تاجیکستان جلسه حکومتی برگزار گردید. به قبل دفتر مطبوعات رئیس جمهور در جلسه گزارش رهبری اجنسی امور شنیده شده است و در صورت به دست آمدن جزئیات بیشتر از این ما شما را حتما خبردار میکنیم و همچنین احتمالاً ما در برنامه درباره در بازداشت قرار داشتن دو مهاجر تاجیک در روسیه برای شما خواهیم گفت که برای دعوت به تروریسم در اینترنت متهم میشوند. اسم آنها معلوم است و شما میتوانید در برنامه در این باره بیشتر معلومات بگیرید. ما همه شما از آن را ساعت 1 با وقت پراگ و در پخش مستقیم منتظر خواهیم بود. اگر با سبب‌های تکنیکی بازم در پخش مستقیم و در ساعت معین ما را تماشا کرده نتوانید، پس منتظر باشید. ما حتما ثبت برنامه را دیگر بار در یوتیوب خواهیم گذاشت. با امید دیدار تا 3 ساعت دیگر.